برادری سوال کردن که آیا گفتن حق یا رساندن حق به شخصی که دل او را خفه میکند یا این که میرنجاند در چنین وقت حق برش گفته شود یا خیر؟ و باز گفتن شخصی خود بیگناه میگرفت و باز فهمیدیم که ای گناهگار بوده و حق برش رساندیم و باز این شخص از این خفه شده و هر قسم سخنهای بد برش میگفته. برادر محترم، گفتن حق، رساندن حق و محل گفتن حق و حالاتی رساندن حق همه فرق میکنه و حکمش همچنان. گاهی انسان یک چیز نزد خودش حق میدانه ولی در حقیقت او باطل است و گاهی یک حقی را در یک جا گفتنش واجب میدانه و در حقیقت او اونجا یک امر استحبابی است، یا این که امو حق خودش اصلا حکمش از جمله چیزهای مهمی نیست که اگر نگویی به ایمان تو خلل وارد شود، یا اینکه اگر کسی او را ندانه در ایمانش خلل واقع شود. به هر صورتی گفتن حق، حکم حق، محل گفتن حق، همه از اینها فرق میکنه. انسان حق به هر کسی که میرساند با اسلوب نهایت درست، ملایم و شیوه بسیار خوب و بهتر و قبل از همه اول خودش حق بدانه که واقعیت یه حق است یا باطل، تمیز بین از داشته باشه و باز حق به کسی که میرسانه به این فکر برساند که ما یک دلسوز برای برادرم هستم، نه خصمانه. بیشتر انسان هایی که حق به دیگرها میرسانند با اسلوب نهایت خصمانه و عقده‌ای و اسلوب های بسیار نامناسب، با او خاطر جانب مقابل عکس العمل بدی نشان میدهد. الله تعالی همه را توفیق بدهد برای گفتن حق، رساندن حق، شنیدن حق، قبول کردن حق. برادر دیگری سوال کردن بعد از کندن موهای زیر قول یا کش و یا تراشیدن موهای زیر ناف آیا غسل بالای انسان واجب میشه؟ نه خیر برادر، غسل واجب نیست. البته انسان غسل کنه از کمال پاکی است، بهتر است که غسل کنه، چون بیشتر زیر کش انسان بو میگیرد و با کندن مو باز هم آثاری از پلیدی و چتری در بدن انسان باقی میمانه. غسل میکنه انسان نظافتی بیشتری را حاصل میکنه، اما غسل بالای انسان به کندن مو، تراشیدن مو واجب نمیشه.